با سلام. تحقیقات نشون داده 75% مغز انسان بعد از تولد تشکیل میشه و بازی از طریق ایجاد ارتباط بین سلولهای عصبی به رشد مغز کودک کمک میکنه. بازی برای بچه ها مثل آب و غذا حیاتیه. بازی به کودکان این امکان رو میده که از خلاقیت خودشون استفاده کنن و در عین حال قوه تخیل، مهارت و قدرت فیزیکی شناختی و عاطفی خودشون رو توسعه بدن. به مادران و پرستاران کودک توصیه می‌کنیم زمان خاصی را به بازی با کودکان اختصاص دهند. وقتی کودک می‌خواهد که با او بازی کنیم، نگوییم برو با موبایلت بازی کن، برو تلویزیون نگاه کن. او شما را کنار خودش می‌خواهد. مرکز پرستاری بزرگمهر استان